ایستادگی به شافیور یکم پلاس من کوخی ایش طرف اینه برای اینمی رازدلی تین پلاسه چقدر سپردین برای امی 100 سومو خود موساد سومو کی خیمه میگم موقعی نیست حسابش چی خیلی گذارم میگم من نمیدونم دیگه کار کردن اجدا من نمیدونم سونی ناو کی میگه یا بار سونی گفته کی برا خیلی شوفیورش بیا برو بگیرش برو خفیف میگم شا میگه ایجاد که میگه عینک 84 29 2260 سومو سپرید بایم همین خیلی یک تن هم خیلی کی اومدگی ایتونی موشیس دیگه صاحبش نیست این خبر اومدگی یا گفت برای پرزیدنتی نیست اول اینا گویی تری گاب نیست در گاییجا سلام کن در فرشون نگذاشته برو موشنا برو آیم جرا تو زکنه نشته بافشه فرقو نمیکنه 320 سومو همگی سه نروشنی برای این سپلاش برای 3 قاعده ویران کنی اکی دمیست توپ لینیا پروستا جیکیلاگی هم میگه سرخ گذاشته رفتگی نیستم یا یک نروشنی هست 120 دیمش 300 هرش یا نروشنی یک مونیای شده است که برای نقلیات‌هایی که انا در قطارهای یکم دوم علاقه ایستاده و اونها با کار خود مشغول میشوند با بازارها و مرکزهای سودا میدونن یا هستن کارخانه‌هایی که علاقه در اداره‌هاشون در قطار چهارراه اداره‌هاشون علاقه نقلیات‌ها رو مونده انا با کارهای خود مشغول میشوند یا که با سوهای خود مشغول میشوند و که ساعت‌های دراز نقلیات در اینجا میستند یعنی که پارکوفکا وقتی که سخن درباره مبلغ میرود علاقه پرابلمش هست میگن نه پرابلم همه وقت هست اینجا یک مسئله همین کامراها یک وقتی که حضور پیش راننده را جریمه میبست گایی علاقه میدونست که من همین روز جریمه کردم کامرا را یک کامپیوترش همین حضور است که همین راننده همین روز نمیدونه آیا من جریمه شدم یا نشدم موهاش قطعی ممکن موها 10 روز پس 5 روز پس و خبردار میشه علاقه مبلغ جریمه زیاد شده است حساب کنید که همین راننده کمبغل یا اینکه کی باشد این سومی کلان یک جای افته میتواند ما پیشنهاد میکنیم که همین یک راهش یافتن در کار که جریمه هر روزه بر راننده همون معلوم شود که وای سوم کمتره بوده پرداخت کردنشان جریمه را پرداخت کردن برای و آسان میشه پیش از سرشوی همون چهارراه یا اینکه چراغک‌ها علاقه انا قطار یکمی انا نقلیات علاقه راه بند شده گیاه خون راننده مانیور کرده رای قطار اول رو گرفتن در کار که برای مسافرها فراوردن در این حالت ها جریمه شده برای همینم انا سبب جریمه ها علاقه همین دو سه نمودی که مسافرکش مجبوره که به این خطا گیرودیت با سببی مجبور بودن علاقه حساب کرده برآمدن این اوضاع انا علاقه که ما موضوع بالا ذکر کردیم که زیاده از 15000 سوم قریب جریمه سپردن رانندگان ما که جریمه اول که اگر از 40 سوم سر شود تو واسه 200 سوم بعد مراتب دوم اگر که همون نمودی انا وای قانون ویران کنی بود تکراری و علاقه دو مراتب زیاد سپرده است علاقه رانندگان ما بودن که تا 2500 سوم جریمه سپرد بعضی حالت‌هایی که از نو بود و ندونست باور نکرد که همین کامرا همین کارو هست نیست علاقه به چشم خودشون دیدن علاقه یک خلاصه بروری شد علاقه و یک در بین مردم اوضاع بین راننده هم گپا هست که تا امرنامه و عکسش نباشه قریب که راننده میتواند که همین جریمه را نسپارد در روزهای اول زیاد بود حاضر راننده ها علاقه فهمیدن کامرا چی انا قریب که کمبودی هایی که حاضر راننده ما جریمه سپرده است با سببی که هیچ راه ندارد یک حالتی که اونها انا از طبع دل خودشون قطعی همچون قاعده مسافرکشانی چخیله که باید باشد همه خیلی عمل کنند و فکر کنم در شهر رویه کردن نشده است همین سبب نقلیات های مسافرکشانی چی میکره اتوبوس چی اتوبوس و تریلوبوس ها هم به همین مشکلات ها دچار شده است